Safina. Dest demek. Da siyasına boşuna. Güç demek de. Benim hesabı çıkaka. Sadece dasta. Ya свет. Ойли кам сафада намекунад. бо аз беғази мо ду гудаки дига дорем бо инро хурундан ё дору мегирӣ я пачка дору ёки гишна мемонам мақсад гишна монданам намешавад. намеша бо ду гудак худам оилам бале мефаҳмам. Ҳамада салом алейкум бародаро. Имрӯз як хона як бародар омадагием ки як духтарчаи бемор дошта. این برادر ما را دعوت کرده. رحمت برادر جان سلامت باشی. هر یک آدمی که مثلا همه خیلی کارا میبینه خیلی چیزا میبینه همین دعوت کردن همه برادرام برای یک چیزی بگیم سهمگذاری میشه در همه خیلی کار خیر توری میگیره. برای همین خاطر مثلا هر یک آدمی که چقدری که میتونه در همه خیلی کار کمک کنیم برادرها. از ما کمک داشت ما پیشنهاد کردن در آدمایی که مثلا میتونن سهم خودشون رسوندن. از این برادر کمک شمیه که همه کارا به همگان پهن کردن. یعنی که هر یک کار خیر انجام میشه به سبب کسی به سبب کدام چی کاری. و امروز این برادر سببش که ما اومدم من سبب میشم که شما درک میبینید برادرها از همین کار از مشکلی همه برادر که دخترچه‌شون بیماره و مشکلی اساسا همینه که در بیماری دخترچه 5 سال کم 2.5 سال دیگه یعنی که 2.5 سال باید این دخترچه لیچنی بگیره. هر یک ماه یک دارویی که در این دخترچه 3 ماه باید بخوره. 3 ماه باید همون دارو را بخوره. هر یک دارویی که میخوره پچکش 12000 یعنی که انیخترش 11900 روبل میسته. یک ماه کورس های کی باید 3 ماه هم خیلی کنه و این دارو در تاجیکستان نیست برادرو. ما دارو در بالای اکران میمونم. کارتا دنیای همه اکرام خچای میمونم. مثلا ای ویدیو پیشنه ما میدونید که ما یگان کس اگر ویدیو کردم ما کارتا خمنا نمیمونم برادرو. کارتا خیلی برادرم میمونم. نمره تلفنشون خچون میمونم. اگر که کسی جلین داشته باشه چه قدری که بتونیم برادر در اینجا شرط نیست که همین دارو هم قدر سوم است. یگان کس وسومی همین دارو رو کنه. هر یک روبلی 1000 آدم هم میشه 1000 روبل. یک روبلی اگر 1000 آدم کمک کنه 1000 روبل میشه برادرو. کسی چی قدری که میتونه سهمگذاری کنین به طرف نباشین و اینم دخترچه برادرو. و حاضی ما подробно از این اکا میپرسیم که اساسا مشکلی در چیه چی باید کرد. اکا یک هم ترک مورا معلومات درباره پیشتر شنین اوس نوشته بیه. این دخترچه ما این اوزی 2 ساله و 4 ماهه ای 4 ماهگیش که همین کسالی سر شد ما 2 سال فقط لیچنی همین اکادم در تاجیکستان همین سیندروم رو نفهمیدم. بعد یک دکتر از گرمانیا اومده همین ویدیوش نشون دادیم و سیندروم مون سیندروم نامی این کسل سیندروم وست مون دارد. یعنی که неизлечимые но یک داروی نوشتن که دارو خودش اینمی چه ما بیان کردن 11900 قریب 12000 روبل که اینا باید تا 5 سالگیش یعنی که تا کمتر خودش بقوت کردن باید همین دارو رو خره. اینا ما حساب کردیم 30 ماه ماکسیموم کم و بیش 30 ماه. اگر همین دارو را یک روزش اگر نباشه میتونه ای کسلی که هوجه ای را با وضعیتش بزرگتر شود. هوجه ما در مقصد همین دارو ای جو یافت کردن نتونسته نه از روسیه. میگن چه عضوی با درد و روزگار دیگر عضوها رو نموند قرار همین خیلی میشه. از هم خیرکنندگاه خواهش میکنم که اگر چند خیتون همین مثال کمک خودشون برای همین دارو یا که مثال یگون راه دارن ای که جا آوردن هسته که میگن خیر فوندو میگن ده همین تاجیکستان باشه ما پرچسلینیا میکنیم یک ماه 2 ماهش هم میتیم لیکن نیسته برای انو مقدر ما تنقیصی کشیدیم. یعنی که مقصد دیگر که بعد کورسمون بس این عصبیه. یعنی که این سیندروم اگر که توجیکی کدا فهمونیم شده که برادرو فهمانه که چیکار کدا میتونه چی تاثیر میرسونه مقصد گودک تاثیر روزی 2.5 سالای اخری از سالا را داره. هر یک سودرگی میشه یا مردم развитие اخیر میزنه خورا گشتن دوزی 2.5 سالای راه نمیگردن. سودرگوش چه سودرگ میخپاد؟ سودرگوش اکوزی ویدیویی در یک ماه 4 مراتب 3 مراتب میخپاد وزبینوش. ای خیلی که یک چشمش میرود در یک روز 100 مراتب مینی سودرگی میگن در یک روز هم خالی میشه. یا روزا 100 بار 100 مراتب مینی سودرگیش میشه. البته که خودش خیلی همه پروسس برادر آدم اوجه میگه عصبش اوجه عصب وایران میکنه. 100 بار یک مشکلی در یک روز در یک روز 24 ساعتش متصور کنیم برادر که یک چیز 100 بار رخ میده در سرت چه خیلی آدم وای میشه. روز تمبولیکی گودکای باید که در این سن سال آدم باید آرام باشه. خیلی است که یا نه فکر زندگی یا نه فکر چیز دیگه نیست. یا باید آرام باشه. در این سن سال اگر آدم عصبی کشه عصب خودش همه جا ارگانیسم وای میکنه. یعنی که مقصد لیچنی همین که خیلی که ما فهمیدم باید
ایرا قبیلا در کار همین چیشه که مثال با دیگر نپیچیده نروا نه زیادی بد نشود همین وزی داروش مقصد همینه که همین سودرگی نشود یعنی که عقل کمتر انکشاف و خودش عقل که در اومد جو میتونه سماسیت مبارزه برای مو یکم سیندروم در تاجیکستان که هست همین نیروپاتوری که ما گفت از گرمان اومدگی یکم سیندروم در همین تاجیکستان دختری تو ده مقصد سه اپیلپتی چیز که کسالی هایی که در هر سش در дохтари ту дида мешавад. Синдром Веста или младенческая эпилепсия относится к эпилептическим энцефалопатиям детского возраста, при которых эпилептиформная активность на ЭЭГ ведет к прогрессирующей психоневрологической дисфункции. Причинами проявления синдрома Веста могут быть самые разные заболевания и аномалии. Так, среди заболеваний, приводящих к данному синдрому, обычно отмечают аномалии развития головного мозга, генетические мутации, внутричерепные кровоизлияния, характерные для недоношенных младенцев, а также асфиксия. Однако чаще всего синдром Веста развивается у детей с диагнозом асфиксия новорожденных. И по статистике каждый пятый ребенок с данным диагнозом умирает в возрасте до 5 лет. Поэтому крайне важно вовремя оценить состояние и поставить диагноз. یعنی که уже редко که هست یعنی خطیر در اینجا نمیتونن چیکار کنن خیلی یکم بار میبینی متخصص ممکنه این خطیر کم باشه خطیر های نگم چند خیلی میتونن فرق نداره چند خیلی زور است تو حتی یک خیلیش SMS روی میکنه میگه که خودمان شفای کامل همین بهترین است بله همین هم دستگیریه در حق همه اینا را ما شبی درست وقت 3-4 خوم دوام میکنم خودمان کسی که همین دل نیتی نگ داره با همین دختر ما خو همین اویله اومده خودمان دام وای دام همچنین 10 مراتبه خودمان کمکشونه برسونه دردشونه آسان کنه ها که همین قین اومده است در تاجیکستان معاش هم قدر 1800 هم نیست که من هر مؤخرا اولی که گیرم هم داروش خرم بله اولی کم استفاده نمیکنم با از بغاز ما دو گودک دیگه دارم بود این یه را خوردن یا دارو میگیری یا پچکا دارو یا که گشنه میمونه مخصوص نه گشنه موندنم نمیشه بود دو گودک خودم اویلم بله میفهمم خیلی برادرها کسی چقدر کمک کرده میتونه خود دعای خیرم باشه برای ما برای برادر این خودش یک دستگیری میشوه به طرف نباشیم برادرها دنیای اکر ما در بالای اکران میمونم کسی چقدری که میتونه رحمت ویدیوی آنها را انتظار باشین خیلی سولی چه؟ چی میگوی دختره؟ چو کدی؟ داده؟ چی میگوی؟ خوشی لگی من خای که مشک مرا ای دادانی